به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم دوستان عزیزم، حالتان خوب است؟ فرزانه هستم و امروز آمدم با یک برنامه زیبای دیگر در رادیو مهر. امروز در برنامه پرواز اندیشه میخواهم شما را به یک دنیای دیگر ببرم، دنیای زیبا و رنگارنگ. در این دنیای زیبا موجودات خیلی زیبای زندگی میکنند، مانند ماهی ها، عروس دریایی و خیلی موجودات زیبای دیگر که امروز برایتان خواهم گفت. با من همراه باشید تا دانستنی های امروز را شروع کنم. تا به حال از خود پرسیده اید که زندگی موجودات در قعر اقیانوس ها چگونه است؟ آیا در عمق یک حوض شنا کرده اید و به تدریج فشار آب را در گوش خود احساس کرده اید؟ اکثریت مردم فهمیش عادی فشار آب را دارند که وقتی ما از سطح آب پایین و پایین‌تر می رویم این فشار افزایش می یابد. معمولاً توصیه نمی شود زیر 150 فوت شنا کنید، اما عمیق‌ترین غواصی برای یک انسان در واقع 1000 فوت است که باور نکردنی است. در این عمق فشار شدید است. سخت است باور اینکه موجوداتی در چنین فشاری می توانند زنده بمانند، ولی بسیاری از گونه‌های ماهی و دریایی وجود دارد که می تواند در 25000 فوت زیر سطح آب زنده بمانند. چطور موجودات دریایی در چنین عمق خودشان را در مقابل این فشار عظیم حفظ می کنند؟ هنگامی که ما در سطح زمین ایستاده ایم، فشار هوا در اطراف ما برابر است با 1 اتمسفر. هنگامی که ما در زیر امواج قرار داریم، با این حال فشار بر بدن ما برای هر 10 متر 1 اتمسفر می باشد. یعنی در عمیق‌ترین نقطه اقیانوس کمی کمتر از 11000 متر فشاری که به بدن ما وارد خواهد شد 1100 برابر از آنچه که شما در هوای آزاد تجربه می کنید می باشد. در پایین اقیانوس بدن انسان تحت فشاری شدید که هزاران پوند فشار در هر سانتی متر است از بین می رود و ممکن است که اتفاقهای بدی مانند اینکه گوشهای ما پاره شوند یا ریه های ما با خون پر شوند و سپس از پای افتاده و خفه خواهیم شد. در حقیقت تنها چند هزار فوت در زیر سطح این مجموعه وحشتناک حوادث اتفاق می افتد. وقتی انسان‌ها در زیر آب غرق می‌شوند، فشارهایی که احساس می‌کنند از هوایی است که در بدن فشرده می‌شود. ما در گوش‌ها و همچنین ریه‌ها و رگ‌هایمان هوا داریم. فشار آب می‌تواند آنقدر شدید باشد که هوا را در داخل سیستم‌های بدن و بافت‌ها فشرده کند. ماهی‌ها دارای توده‌های هوا نیستند که فشرده شود و از آب تشکیل می‌شوند. بنابراین اختلاف فشار متعادل است. ماهی‌ها در حدود 27000 فوت عمق یافت می‌شوند که در حال زندگی کردن هستند. عمق اقیانوس‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما تصور می‌کنیم. عمیق‌ترین عمق اقیانوس 11034 متر است که حالا برای اینکه بتوانیم این را درک کنیم به مقایسه های می پردازیم. حدی اکثر عمقی که غواصان تفریحی می توانند شنا کنند 40 متر است.
رکورد بیشترین عمق در ورزش فری دیوینگ نزدیک به 253 متر بوده است. برج ایفل 301 متر است و در مقابل عمق اقیانوس‌ها بسیار ناچیز است. 1000 متر حد اکثر عمق نور در اقیانوس‌ها است. 3688 متر میانگین عمق اقیانوس است و ارتفاع کوه اورست 8850 متر است. 10898 متر عمقی بود که جیمز کامرون در سال 2012 به آن دست یافت. 10994 متر را دان والش با همکارش رکورد زدند و در نهایت 11034 متر عمیق‌ترین عمق اقیانوس شناخته شده است که به درازگودال ماریانا معروف است. حالا تصور شما از عمق اقیانوس چقدر است؟ دوستان عزیزم، امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. در برنامه‌های بعدی میخوام در این رابطه بیشتر با شما دوستان و همراهان عزیز صحبت کنم. پس تا یک برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد.